آببازی در سال 2021 به انجام رسید. حالا کارمندان ریاستی کمیته حالتهای فوق‌العاده شهری خوجند برای جمع‌آوری شناورک‌ها و عیانیت‌هایی که در موضع‌های خطرناک نصب کرده شده بود مشغول شده ایستادند. کارمندان شعبه ریاستی کمیته حالتهای فوق‌العاده در شهر خوجند گرد و اطراف آبوتابگاه شهر را تازه نموده شناورک و عیانیت‌های در موضع‌های خطرناک نصب شده را جمع‌آوری کرده ایستادند، زیرا موسم آببازی به انجام رسید. حالا گروهی 3-4 نفره کارمندان با استفاده از قایق‌های آبی برای جمع‌آوری شناورک‌های در موضع‌های خطرناک دریای سیر گذاشته شده جلب کرده شدند. موسم آببازی امسال 3 ماه از سنه 1 ایون تا آخر ماه آگوست یعنی با آخرسی فصل تابستان ادامه کرد. تشویش و معمای کارمندان استادی حالتهای فوق‌العاده نیز امسال خیلی زیاد بود، زیرا حالتهای غرقشوی و با مقصد خودکشی خود را به دریا پرتافتن ساکنان نظر به سال گذشته زیادتر به چشم می رسید. سردار بخش کار با جامعه ریاستی کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گردنی در ولایت سوخت شاهزاده بوتاییوا هنگام صحبت با ما گفت که این حالت به گرم آمدن فصل تابستان و بلند شدن حرارت هوا وابسته است، زیرا محض از سبب گرمی ساکنان زیاد به ساحل دریا می آمدند. خود تحلیل های ریاست نشان می‌دهد که موسم آببازی سال 2021 بسیار تشویش آور بود، وابسته با گرم شدن فصل تابستان و گرم آمدن وضع آب و هوا. بیشتری ساکنان با مقصد رهایی یافتن از گرما بیشتری ساکنان میل به آببازی پیدا نمودند و سال جاری بسیار وزنین هم آمد. بنا به اطلاع مسئولین ریاستی کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گردنی در ولایت سوخت، سال جاری در موضع‌های خطرناک برای آببازی منع شده از جانب کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گردنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان لوحه‌های نو با 2 نمود اطلاعاتی و منع‌کننده در شناگاه‌ها نصب کرده شد. غیر از این آبوتابگاه‌ها و موضع‌های برای آببازی آماده شده زیر نظارت همروزی کارمندان ریاستی کمیته حالتهای فوق‌العاده قرار داشت. همچنین در موسم آببازی امسال با مقصد پیشگیری از حادثه‌های غرقشوی یک قطار کارهای فهماندهی عکس‌های ترغیباتی با ساکنان گذرانیده شد. از آغاز موسم آببازی با فرمایش سردار ریاستی کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گردنی در ولایت سوخت پالکونیک دادیان بهرام آدینه با مقصد اندیشیدن چاره‌های سریع سنجش حالتی آمادگی آبوتابگاه‌ها، شناگاه‌ها و منطقه‌های استراحتی و فراغتی گروه کاری تأسیس داده شد و از طرف گروه کاری همه آبوتابگاه‌ها، شناگاه‌ها و مخزن‌های آب از نظر گذرانیده شده به شخصان مسئولشان آگاهی‌نامه‌ها سپاریده شد و هنگام گذراندن سنجش کارهای ترغیباتی و تشویقاتی گذرانیده شد و کمک‌های عملی نیز رسانیده شد. در ولایت سوخت سال جاری در عموم 15 نفر ساکنان هنگام آببازی در منطقه‌های خوفناک و موضع‌های برای آببازی منع شده غرق شده به هلاکت رسیدند که 10 نفر آنها را نابالغان تشکیل می‌دهد. سبب بی اهمیتی و بی‌نظارتی والدان محسوب می‌شود. غیر از این به نجات دهندگان ریاستی کمیته حالتهای فوق‌العاده شهر و نواحی سوخت میسر گردید که 24 نفر ساکنان را هنگام غرقشوی از آب نجات دهند. از آنها 17 نفر مرد، 7 نفر زن و 11 نفر دیگر را نابالغان تشکیل می‌دهند. همچنین اطلاع داده شد که از بین نجات یافتگان 3 نفر با مقصد خودکشی خود را به دریا پرتافته بودند. در عموم حالت‌های غرقشوی و فوت ساکنان هنگام آببازی در سوخت سال جاری نسبتاً زیاد به قید گرفته شده است. گزارش فرزانه شمسی و نسیم رحیمov برای برنامه اطلاعاتی خبر.